تا حالا دقت کردید مابوت ماینکرافت کاملا تقلبی بوده؟ هر سال میپرسن که پلیرها کدوم ماب رو میخوان به ماینکرافت اضافه کنن و معمولا نتیجه خیلی نزدیک 50-50 بود. اما سال 2022 خیلی فرق داشت. 3 تا گزینه وجود داشت: تاف گولم، رسکال و اسنیفر. زمانی هم که نتیجه اعلام شد یه برد قاطع و وحشتناک بود. اسنیفر با 55% برنده شد. اما چطوری؟ ببینید برای هر ماب چی معرفی کردن. رسکال اگر پیداش میکردی فقط یه پیککس آهنی میداد. تاف گولم هم یه استند بود که با آیتما اینور اونور میرفت. اما اسنیفر چی؟ گفتن این یه موجود باستانی منقرض شده است که میتونه دونه های باستانی رو از زیر خاک بیرون بکشه. عملا یه انتخاب دروغی ساختن. 2 تا گزینه بیخاصیت و یه گزینه جذاب روی میز گذاشتن. یک برنده کاملا مشخص و 2 تا هم برای اینکه رأی کسایی که اسنیفر رو نمیخوان تقسیم بشه. ولی چرا باید این کار رو بکنن؟ چون موجانگ سال 2020 آپدیت باستان شناسی رو معرفی کرده بود و از اون زمان برنامه داشت تا دنیای باستانی بازی رو گسترش بده. اضافه شدن اسنیفر هم دقیقاً توی همین مسیر بود. دقیقاً به خاطر همین دلیل مسخره. ولی موجانگ هیچ وقت رسما قبولش نمیکنه و زیر بار کاری که انجام داده نمیره.